سوال میشه که مولای صاحب 6 روز ما پای در پای بگیریم یا که در همین روزهای دوشنبه پنجشنبه بگیریم. رسول الکریم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و نبینا شفیعنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خداوند منان را شاکر سپاسگزاریم که نماز عصر را در این روز عید با جماعت ادا کردیم. دعا کنید خداوند کریم نماز خواندگی ما و شما را به درگاهش قبول بفرماید. کسانی نتونستند مشغول بودن، نتونستند که بیان در این فریضه بزرگ شرکت کنند، نمازشان را به طور انفرادی یعنی به تنهایی خواندن. دعا کنید خدا نماز آنها را به درگاهش قبول بفرماید. یکی از مهمترین نماز عصر عزیزان ما که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میگه بسم الله الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. صدق الله العظیم. شما حفاظت کنید 5 وقت نماز مداومت کنید، یعنی قضا نکنید، در وقتش بخونید، خصوصا نماز عصر. نماز عصر اینقدر نماز مهمی بوده که الله سبحانه و تعالی اینو در قرآن خصوصی گفته که نماز عصر محکم بگیرید. چرا که در نماز عصر عزیزان یک امتحانی بزرگ از جانب خداوند که کو بنده به سوی مسجد میاد یا که به کار دنیا و چیز مشغول میشه. شیطان لعین هم در نماز عصر می آمده و لشکرش در هر یک کوچه میگذاشته که نگذارین که مردم به سوی مسجد بروند، نگذارین که مسجد سرلشکر شیطان ملوی مسجد نمیمونده بیاید. گفته اوش در اختیاری ما شما دیگر رو نمونید، ما او رو نمیمونم و یک کار مشغول میگه. خداوند ما رو با 70,000 رحمتش نگاه کرد، لطف و کرم خودش شامل ما و حال ما و شما گردونید که نماز عصر با جماعت ادا کنید. دعا کنید خدا به درگاهش قبول بفرمایید. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من ترک صلات عصر فقط حبطت عمله او کما قال. کسی که نماز عصر ترک کنه تمام عمل همون روزش برباد میرفته. اگر همین روز نیکی کرده باشی، خیر کرده باشی، خدمت پدر و مادر کرده باشی، یا تلاوت قرآن ذکر، همه عملا میگه باطل میشیده. اینقدر این نماز محکم بوده. الحمدلله ما نصیب گردون. برادران بازم عید مبارکتون میگیم. خدا را شکر الحمدلله ما شریف رمضان گرفتیم، ختم کردیم. خداوند کریم به درگاهش قبول فرماید. سایر اعمالای نیکتون افطار کردین، ذکر کردین، تلاوت قرآن کردین، خیر احسان کردین، چه عملایی که در این ماه شریف رمضان کردین، یک رکعت سنتش یک رکعت فرض حساب میشه. 600 رکعت الحمدلله 20 رکعتی 30 روز خواندین، 600 رکعت در نامتون چی میشه؟ ثبت میشه که 600 رکعت فرض. انسان روزی 17 رکعت فرض در پیش خداوند قرض داره، باید 17 رکعت ادا کنه. الحمدلله اگه حساب کنین 3 رکعت رو واجب قضیه 20 رکعت 600 رکعت تقسیم کنین چند قدر روزی ما الحمدلله چی میشه؟ چند قدر نمازهای چی را خواندیم فرض؟ یک رکعت فرض 70 رکعت حساب میشه. الحمدلله یک تلاوت قرآن یک حرف الف لام میم یک حرفش 30 ثواب میشه. خدا ما و شما را نصیب گردون. یک افطاری که کردیم یک دونه خیرما 700 دونه حساب میشه. یک کروکش 700 کروکش، یک پیاله نشالو 700 نشالو میشه. هر کسی خدا خوش به حالش که در ماه شهر رمضان افطار کرد، یا افطارش 700 رفت. اگه تو 700,000 خدای تعالی چقدر کریمه. این خیلی شانس ما و شما را داد. دعا کنید خداوند کریم سال دیگه هم همین ما و شما را به ماه شریف رمضان سال دیگه را برسونه، خانواده عزیز مونه. این روزایی که گرفتیم رسول خدا صلی الله علیه و آله در مفهوم حدیثی که الله میگه که هر کسی که در ماه شریف رمضان چی عملی کرد اجرش بده، یکی روزادارا را مخدوم اجرش میده. خداوند که اجر بده چی میده؟ جنت الفردوس. الحمدلله ما و شما را نصیب کرد. دعا کنید خداوند دیگه روزای گرفتگی مون روزایی که خانواده عزیز ما گرفتن و درگاهش قبول بفرمایید. بعد ای برادرها اگه الحمدلله 6 روزی روزه ماه شوال سوال میشه که مولای صاحب 6 روز ما پای در پای بگیریم یا که در همین روزه دوشنبه پنجشنبه بگیریم. در این 6 روز الله سبحانه رسول اکرم صلی الله علیه و هم مفهوم حدیث ده که در طول همین یک ماه شوال یک مدت میتونی که امیره یک روز بعد بگیری یا روز دوشنبه پنجشنبه. خیلی اگه امروز خوردیم ای پگا میتونی که پای در پای بگیری. روز جمعه ممکن نیست گرفتن که مکروه دیگر روزش مثال بگیری. الله سبحانه و تعالی اینقدر این ماه این برای چی 6 روز گفته که در ماه شریف رمضان رسول اکرم صلی الله علیه و آله مفهوم حدیثه که دو شلنگ میدودیم در ماه شریف رمضان، یک شلنگ اوقات یک شلنگ او که بندش نگاه میکرده.
این الحمدلله گرفتیم 30 روزه نفهمیدیم که چه خیلی گرفتیم. این موش شاول ده دیگه او شلنگو نیست که خودتی روزه برای همین 6 روز میگیری ثواب چند از دوره 1 ساله. ولی اگه نگاه کنیم فقط دوشنبه روزه بگیرین اما روز آخرت روز آخر در نظر دام که سختی میتونه که هم چی میشه 30 روز خیلی گذشت نفهمیدیم. برای همین انشالله روزه رسول اکرم صلی الله علیه و آله روزه صحتی میاره که اکثر امروز مریض ها از پرخوریه بسیار خوردن مریض میشه. انشالله روزه شوال هم بگیرین خداوند برکت میده. 1 سالگی در نامه عمل نوشته میکنن خانواده را بگین 7 سالش بخیزین در 7 سال برکت های. رسول اکرم صلی الله علیه و آله تسحروا فانه فی السحور برکت. شما سحری کنین که در سحری برکت های. انشالله یکی از عملای نیک انسان میشه که الله سبحانه و تعالی در نوش بکشه هر عمل نیکی ما را اجر پاداش میده. در سوره کهف میگه بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هر کسی که ایمان آورد و عمل الصالحات کرد عمل صالح کرد یعنی روزه گرفت تلاوت کرد خیر احسان کرد كانت لهم جنة الفردوس نزولا خالدین فيها لا يبغون عنها حولا. سبحان الله. هر کسی یه عملی نیک کرد ایمان آورد عملی نیک کرد ما در عوضش چیش میتون میگن جنت الفردوس. انشالله اجرکم عند الله. کوشش کنین خانواده عزیزا بگین روزه بگیرن. روزه ماه شریف بعد ایو شوال یعنی شوال در طول 1 ماه بگیرین. اگر حاضر که 30 روز روزه گرفتیم بعدا ممکن سلامتی انسان ایمونیته انسان میگه اختراع سس میشه میتونین که 1 روز بعد 2 روزه بگیرید دمی 6 روزه 6 1 مدت تقسیم کنین انشالله برکت داره. خداوند کریم پروردگار بازم در این ماه شریف رمضان هر عملی کردیم خدایا بازم ماه شریف رمضان خوش آمدید. خداوند کریم یک شانس دیگه ما متعد سال دیگه ان شاء باید شاید میگیریم. در این ماه شریف رمضان سستی کردیم تنبلی کردیم کویلی کردیم خواب رفتیم لغو و لعیب گفتیم خدای نکرده تهمت غیبت کردیم خدای نکرده یک گناهی کردیم با بزرگیت ما را ببخش پروردگارو. این اجری بزرگی در ماه شریف رمضان بر بندگان وعده داده ما و همین جماعت نصیب گردون. خانواده عزیزمون خدای تعالی بازم همین جماعت و خانواده عزیزمون در صف جانان در دین اسلام تا عید رمضان دیگر را نگهدار و مددگار باش. بازم خدای تعالی همین گذشتگانی همین محله در این روز عید خدای تعالی مغفرت بگردون. کسانی که در این شب و روز عزیزان گذاشتن بابا و ماما و مادر و پدر و خواهر و برادر خدا رحمت چون که پروردگار قبرش از باغ جنت بگردون. روزی محشر خندان نامه امورشون رو به دست راش عطا کن داخل جنت فردوس بگردون.